وقتی هست پدر و مادر به قدرش نمیرسی. دعای نیکی پدر و مادر گرفته نکن. هر فردی که دعای نیکی پدر و مادر گرفته باشد حجش قبول است. خدمت پدر و مادر ما را هست کرده به دنیا، پیغمبر مادر به دنیا، از دامان پاک مادر آمده است به دنیا، به این قدر مرتبه پیغمبری رسیده است. سخنی که مادر به فرزند میگوید، نه زنت میگوید، نه دخترت میگوید، نه پیسرت میگوید، نه نبیره ابیره اگه کسی دیگر با فرزند 100 برای مادرت باشد، برای او تو کودکی، تو فرزند هستی. همین که سخنهای میگوید، من نشیدم اون سخنهایی که من از مادر شنیدم.